شالی میکارن حاصلی نقد میده چون که اینجا همه حاصل چه زحمتی مردم اینجا. قربانی صابر هنرپیشه شناخته تئاتر و سینمای تاجیک است که از آب جمع شده نزد منزلش هضل میکند. نصف روزه 1 نوامبر در محله رحمان نبیوی شهر دوشنبه بعد از باران پی در پی قبور آبگذر بند شده سیل به خانه ساکنان درآمد. بعد رفتیم همون جایی که آب از همون کالودت روز کده برآمده بیرون. یک دریا آب بود. این دریا مثلا خانه های همسایه را همش چی کرد؟ حالی پای لوچ میگذاشتن دیگه درآمدن دیگه حالی بیرون نبرآمدن. حالی این آب رفته سای کانالیزاسیون وگرنه آب نه خانه ما درآمده بود تا جای پای ماشین و تا نیمی در آب بود. بعد از مراجعت ساکنان کارمندان آب و کاریزی شهر آمده قبورهای آبگذر را تازه کردند. ما که ضرر ندیدیم نه که آدمای ایسو خیلی ضرر دیدن. اون یک خانه اون طرف جایی که کلادت برآمده بود بیای سوچ یعنی ویاد خانه‌هاشون پدلاشون هم تگ آب ماند. 2 روز باز در دوشنبه باران شدید پی در پی میبارد. آب و هواشناسان ادامه یافتن چنین وضع هوا را پیشگویی میکنند. هر سال در دوشنبه بارشات مجرای آبی جوی و دریاها را تغییر میدهد که 10 ها منزل ساکنان ضرر میبینند.